به عقلی نکن پسرم. جوابات را انتظارم. با من خانه‌دار میشوی سعیده؟ عمر یگون کار کن آخر. قربانت شوم، به عقلی نکن. آروم ایستو. عمر بس کن ایستو. آروم. آروم تو چیکار کردی؟ سلاح رو به من ده زودتر. آرون یاری دیه عباس. آروم پسرکم خوب هستی؟ بخیر است؟ بخیر است اشگم. کنی زحمت رو بینم. عمر بیا با خانه درویم. خاطر نشوید. بخیر است. رفت. آیسته سعیده. هی دخترم، باز خانه دارو میشوم میگویی؟ انا دیدی هارونی تعریفیت رو؟ کنی به خانه درو، زودتر به خانه درو. سعیده چی نگاه کرده موندی؟ به خانه درو میگویم. معلم آمدن. معلم جان آمدن. خوش آمدید معلم جان. وای ببخشید، من روم. با اجازت. سلامت باشید. معلم جان نروید. معلم جان برای چی می روید؟ التماس نروید. التماس معلم جان نروید. ببخش پسرم. وای بر وقتتر میگفتید. نخست شد پسرم، بدتر می اومدید. مادر جان چرا معلم رفتند؟ خدایا دیر شد. بیا هاشم رفتیم. سنم در خونه تنها. خیز رفتیم. بیا پسرم رفتیم. بیا رفتیم. خیز رفتیم پسرم. بیا فکرت رفتیم پسرم. رفتیم پسرم. علیه دخترم، تو را ناراحت کردیم. ببخش دخترم، خیلی مجبور کرد. برای همین گرفته آوردم. ببخش مرا. مادر جان چرا همه رفتن؟ چی شد؟ زیگ نشو فکرت. چخلی که میگویند سر باشد کلاه هم یافت میشود. هاشیم بس، حاضر وقتی این گپا نیست. مایلش بس کردم. فکرت پسرم، من به تو چی گویم؟ زنی خودت خوش کرده گرفته گیت. اویلا برپا کردن این بازی چه نیست پسرم. اگر بیرون کنی دوباره. فکرت پسرم، خوب استی پسرم. فکرت. هاشیم با او چی شد؟ برای چی گپ نمیزنن؟ خیلی خواطرم. شاید زبانش رو خورده باشد. خدا نشانه دهد هاشیم. رفتیم. بیا
رویا خدا شفا دیاد. تو رو خیلی دوست می‌دارم. از من نرنجانم. آیدن التماس میکنم از اینجا رفت. مرا دیوانه میکنی رویا. به تو نمیتوانم. من به تو در این دنیا زندگی کرده نمیتوانم و تو را هیچ جا به دیگری نمیدیم. این گلها را گیر، برای تو آوردم. گیر. آیدن التجا میکنم مجبورم نکن، بزرگی خوشبخت نمیشوند. امک به من اجازت میروم. شفا یابی. تشکر دادرم. شین پسرم کمی به خود بیا. در این کار چی سیری هست؟ تیمور چی کار کرده باشد؟ من باید با سعیده گپ زده او رو از تیمور دور کنم. راست میگویی. دیر شد مادر جان، باید روم. اگر اون او باش باز از پیشت برایت چی پسرم؟ شما غم نخورید مادر جان، من خودم را حمایت کرده میتوانم. مایلش پسرم، رفتیم. من تو را گسل میکنم. رفتیم. سعیده یا بابا در انتظارم. سعیده رفتیم. اکنون رو آیدن. مایلش این دفعه گلهایت رو میگیرم. دیگر این خیل نکن. التجا میکنم. با تو برا گفت. فهمیدی برا از این اجره. رویا این چی است؟ این انگشترین نکاحی است. ما این معیوب را انتخاب کردی. این معیوب را میکشم. تو را میکشم. بین رویا هیچ کس در آمدن نمیتواند. هیچ کس. کمک کنید التجا دارم. میکشم تو را لعنتی. میکشم. فرده او را چکار میکنی؟ بیستا فرده او را. فرده سرم یاکو بستیم. هدیت وقتش آمدم. یاکو آرام شو پسرم. آرام شو. شد خدا شد. آرام شو یاکو. آرام شو. دختر جانم همش گذشت. آرام شو دختر جانم. همش گذشت. پسر جانم آرام شو. خوبم غم نخورید. آرام شو همش گذشت. دختره که شیرینی من. بیا پسرم بیا. آهسته پسرم. آهسته پسرم. آهسته آن همین رو. آهسته. پسرم برای چی این خیل میکنی؟ زخم شو پسرم. کوچه پر از دختر. همین جوان هستی. به تو نوش رو میابی. خوشی باز گپ های به منی میزنی. زنی خوب یافتن آسان نیست. فکرت پسرم در رو محکم نکن. هاشی باز با خود یکون کار نکنن. فکرت با جگون بیاخلی نکنی. هاشیم اگر خودکشی کند چی؟ فکرت
درو کشو بچرم صدیقه بیا یاری کن فرزند خویم نرگیز سرور شد پسرم مادر جان چی شد؟ دخترم آه نپرس آقا همسایمون خوله نصیبه جغ زده بودن اوه پسرم تو بر این جوان مرد در این محله دیگر نیست خرید دخترم رو با اون آبوش میدادم سعیده رو در وقتش نجات دادی پسرکم مادر جان عزیز باور کنید بگمانم در این محله تنها شما مرا میفهمید چند پیش به سعیده پیشنهادی خانه‌دار شوی کردم چیزی که به شما گفته بودم من یک مقصد دارم داماد شما شدن بسیار میخواهم که خوش دامنم باشید مادرم باشید با اجازت مادر جان اجازت پسرم اجازت سعیده تکلیفش رو قبول نکردم اپا چخیل قبول کنم لیکن آرون هم به عقلی میکند با کارهای کرده مادرم هم طاقت کرده نمیتوانم تو هم به عقلی میکنی سعیده به هارون میگویی هارون پیشتر کجا شد من هم به تو میگویم سعیده پیشتر کجا شد سعیده پیشتر هیچ گوه به تیمور خانه دار نمیشد کنی رو از اینجا سعیده رو گرنگ نکن دخترم تیمور به تو تکلیف خانه دار شوی کرده است همین طور نه مادر شما کردور نشوید چرا کردور نشوم وای دختری من است دخترم بسیار فکر نکن تو حقیقت رو میدونی باز رفته به همون هارون اوباش خانه دور میشوی مادر چی مادر در این وقت و زمان کدام آدم این خیل رفتار کرده میتواند تیر خورد و شکایت نکند تیمور تو رو حمایه کرد اگر اون نمیشد تو میمردی مادر التماس بس کنید تو کاردار نشو و ما خلل نرسون بیا دخترم بیا رفتی شین تو به گپای اپاد گوش نکن او بخیل است آفرین به دختری من یگانه من جانکی من میدونی حمزه تیمور به سعیده تکلیف خانه‌دار شوی کرده است حمزه برای چی رنجیدی؟ چی گفتم که رنجیدی؟ حلیمه تو کردار نشو اگر یکون مسئله میشد دخترم با من میگفت زنی کلان هستی این کارها را من رفته قهوه تیار کن حاضر حمزه جون مرکزی پرودوسری همصدا تقدیم میکند 17 و 18 سپتامبر ساعتی 17 در تولوری کوخی борбад барномаи консерти идона бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлол бо ширкати беҳтарин санъаткорони тоҷикистон ва ҳамчунин дидорбинӣ ва суҳбати гуворро ва ширин бо 5 нафар ҳунарманди силсилафилми дӯстдоштаи шумо ҳомиён аз қабили Yigit, Halima, Najib, Mendu ва Хайрӣ 20 солади استقلالiyati Cumhuri Tacikistan mübareki dostane است. مو شما را روز 17 و 18 سپتامبر در کوکی борбад интизорад. Чиптаҳоро аз кассаи кохи борбад бо нархи 20% арзон харидорӣ намоед. Телефонҳо барои маълумот ва дархости чипта 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28 استقلال توجیکستان فرخنده باد. سعیده آروم شو بیسرم تو چی کار کردی؟ مادر مرا به حالم گذارد بیسرم دستت رو به خونه آلوده کردی تو رو حبس کنن من چیکار میکنم بیسرم
مادر شد اکنون بس شد. آوا سربا دخترم شکر خدا مالش ترکمی رسیده گذشته است. معلوم است که صدقه داده ای پسرم. تیمور شکایت نکرده است. فکر میکنی تو رو داشته نمیتوانم. میتوانم. هارون سیده هارون سیده هارون ببینیم چی کل خانه دار میشوند. آنها در درونی قبر خانه دار میشوند. در درونی قبر در درونی قبر بچه ها بیایید زودتر چایتان را نوشید به مکتب دیر نکنید بیایید علش بی جان حاضر میایید خدایا سحری بر وقت کی باشد الو من امری خانم رابیا امری پسرم لبای خانم رابیا برای رفتنم ببخشید شما رو در یک حالت ناگوار گذاشتم کاش که این خیلی نمی آمدم استغفرالله پسرم این ما باید بخشش پرسیم برای همه را گفتن زنگ زدم سلامت باشید خانم سلامت باش پسرم اکا جان جدولم رو نمیابم تو نگرفتی؟ کنی بینم نرگس معلم زنگ زده بخشش پرسید خیلی آدمی با فهم است علیه دخترم با او خانه دار می شوی برای کودک ها خواطرم اگر او آنها را قبول نکند چی؟ میدونم حاضر آنها را دوست می‌دارد لیکن بعدی خانه دار شدن شما هم کودک دار میشوید انا در آن وقت قبول نکند چی؟ مادر جان من به فرزندانم به هیچ کس خانه دار نمیشوم من مادر هستم مرا هیچ کس از فرزندانم جدا کرده نمیتواند به سری آدم هر خیل فکرها میآید دخترم ببخش بیا چای می نوشیم بعد همراه به بیمارخانه می رویم امروز یعقوب و رویا را جواب می دهند آنها را به خانه می آوریم من یگان چیزی با مزه پزم البته دخترم ثروت پسرم برای چی نمیخوری؟ مادر با معلم خاندار میشوید من پدر دارم فهمیده من پدر دارم دیگر کس رو پدر گفتن نمیخوام فهمیده ثروت پسرم من پدر دارم فهمیده من پدر دارم این رو فراموش نکنید سایده
مادر جان. دخترم من به مکتب میروم مادر جان. مایلش دخترم. شکر خدا بعد از چند ماه انشالله بخیر می شود. با کم چی شده است مادر جان؟ تا سحر همین خیلی نشست. خیلی عذاب می کشد. در دلم خوب شد اکنون عذابش رو کشد میگویم، لیکن پسرم که هست دلم می سوزد. امروز مرافی است، از ایشیل خلاص می شویم. من هم روم مادر جان؟ نه دخترم نه، ما با پدرت می رویم. تو از کارت نمان. چند وقت باز کار نکرده ای. خدا حافظ مادر جان. خدایا وقتی دخترم رو باز کن، او رو در پناهت نگاه دار، با او صبر ده و در دو دنیا خوشبخت گردان. ثروت؟ ثروت؟ هنوز نگفتی که مرا بخشیدی یا نه؟ سنم با مرافعت را کنیم. هاشی مگر راسی ساده خوراک میخورن؟ شین آدم بریم خور با زمین میرزونیم. با خدا بمانند کودک هستیم. ملش دیگه قایه. ثروت پسرم، من اومدم بیبی جون. پسرم نبرم. ثروت هم اومده است بابا جون. ثروت باباش خوش آمدی جونی بابا. ثروت پسرم. پدر سنم التماس یگان چیز بگو، یا اینکه از نزدت بیرون. برای اصلاح شدن با او امکانیت دادم لازم. آینده او در دست تو سنم. او را گوش کن چی میگوید. شاید او در حقیقت گناهش را فهمیده است. اگر تو گوش کنی مایلش گوش میکنی. البته گوش میکنی، لیکن او رو هیچ گونه نمیبخشم. مایلش آمده مرا خواستگاری کن. الو مادر جان، میدونید سنم راضی شد. زودتر بیایید، مایلش به خواستگاری میرویم. هوریا، تو برای چی اومدی؟ با کدام رو به اینجا اومدی؟ پسرت رو تربیه کنی نمیشود؟ تو به تیمور تشکر گوی که رفته شکایت نکرد وگرنه پسرت در حبس میپوسید. حلیمه. چه حلیمه؟ با سعیده گپ زدن میخواهم. سعیده نیست. مادر جان کی اومده است؟ خدای توبه، سعیده رو چیکار میکنی؟ دخترم نه تو رو نه هارونت رو دیدن نمیخواد. رو از اینجا، وقتی مرا نگیر. حلیمه، برای با سعیده گپ زدن به اینجا آمدم. هیچ کس این رو به من کرده نمیتواند. وای 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 وای، هوریه رو بینیده. اکنون معلوم شد که پسر او باشد و کی مانند بوده است. خالای هوریه خوش آمدید. خرسندم که شما رو میبینم. به خانه دروید. پسری خودم، تنها تو مرا میفهمی. میدانستم که با نزدم میایی همش خوب میشود. تو، مادرت، خواهرت و من همه همون یک جای زندگی میکنیم.
نگاه کنید من برای نبیرم چی پختم شیر اصل دار گیرنوش عقلی پسرت رو پریشان نکن تو آن در رو شکستی تعمیر کردنش خیلی مشکل است اکنون غیر امکان است مجبور نکن ثروت پسرم گیر این شیر رو نوش بعد به مکتب رو مایلش من به مکتب نمیرم کاری خوب میکنه بگذار یک روز نرم نه این خیلی نمیشود باید روی ثروت جان نمیروم کودک رو مجبور نکنید به این هم به نزدیکی تعطیل سر می شود نرو پسرم نه بکا کمت در خود او رو گرنگ نکن هوشی تا گپ زدن تیار می شدی خوب می شده مرافی اثر می شود بیا گوش کن دخترم به اینجا با خواستی خودم آمدم میدونم که هارون رو هنوز دوست میداری پسرم هم تو رو دوست میدارد لیکن گوش کن هوریه دخترم رو گرنگ نکن گفتنی هستم که دخترم جدا نشوید التماس میدونم پسرم خطا کرده است او رو ببخش چی کاری که کرد برای عشق تو کرد دخترم گناهگار اساسی من هستم با همش من گناهگار او رو نفهمیدم من از او بیهوده رنجیدم سعیده دخترم التجا میکنم او رو ببخش با او آشتی کن برای چی آشتی میکرده است؟ آشتی نمیکند مادر خالای هوریا برای من آن هارون دیگر نیست من با چنین جوان خانه‌دار شده نمیتوانم لیکن کوشش کردم که مثل پیشترش شود اما بدتر شد او را بخشیده نمیتوانم لیکن تنها به خاطر شما با او یک مرتبه گپ میزنم سعیده با اون اوباش گپ نمیزنی فهمیدی اجازت نمیدهم هارون سلام به خانه ما اومده میتوانی خدا از تو راضی باشد دخترم حاضر می آیم سعیده زود می آیم خدا حافظ هوریه خاله تشکر دخترم تلفنم زنگ میزند هوریه ایستا کنی ایستا گفتم مرا گوش کن در نزد دخترم گپ نزدم لیکن قهرم رو نبیار به خدا دلم نمیسوزد تو رو نابود بکنم دخترم رو راحت گذار شما کی هستید که از من دختر میخواهید دهانتان از گرسنگی بوی میکند باز آمده دخترم رو میخواهید رو از اینجا رو حلیمه بس کن بچه ها رو راحت گذار یک طرفی است این نرنگ بازی هایت رو موان رو از اینجا بر شما پای چند دختر نمیدهم رو گفتم چیکار میکنید؟ بس کنید رو ایستید آرام شوید آرام نمیشوم مادر جان ای بس چیکار میکنید ای بس آزاد ندهید روید از اینجا حلیمه دختر پسرم رو فریب کردی مرا به خونه ایران سالان فرستادی دکانم اون را فروختیم من هیچ چیز نگفتم لیکن نمیگذارم که بچه ها را نمیکشم ای بس چیکار میکنید ای بس آخر مثل کودک ها جنجال میکنید ایسته خاله حلیمه به دهانت نگاه کرده گپ زن نگاه نمیکنم چی کار میکنی آرام شوید مثل کلب ما چسبیده من هم دردی تو رو میدونم چشمت به شوهرم چی کار کرده ایستدهی مرا زدی تو مرا زدی یک دره میسایم رو اینجا دخترم رو با این بچه بی اخلت نمیدیم وای به تیمور خانه دار میشود رو از اینجا رو سعیده با تیمور خانه دار میشود با تیمور نه اینکه با این بچه او باشی تو آنها رو جدا میکنم گفته خیلی دویدم در آخر توانیستم بچه تو دیوانه است دیوانه پسرم رو دیوانه نگوی دف شوید از اینجا روید از اینجا
شما چی میگویید؟ بس است شما از ما چی میخواهید؟ چی میخواهید؟ بس است مگر شما رو میکشم فهمیده سرم سرده بس است بفهمید بس است تو چی کار میکنی؟ مادرم رو سرده دفشم از اینجا تو افباش بوده ای مادرم راست میگوید افباش بوده ای گوش کن این مادر از حسد گذراندن اون کس ما را آخر اون کس مادرم را زدن میفهمی؟ مادرم را زدن تو رو دیگر نبینم دفشم از اینجا بیایید مادر جون به خانه دارید مرا کشتن او باش راه زد با مادرش یک جا شدم مرا میکشتن لعنتی ها شد مادر جون سعیده با من گوش کن مادر جان مادر به خود بیایید مادر جان چی شد؟ مادر جان خیزید به خود بیایید مادر آی دهانم نفس گرفته نمیتوانم به خدا مرا خریب میکشت بیایید مادر جان شینه در اینجا رو از اینجا رو مادر گذشت اکنون گذشت مادر جان وای چی خیل گذشت آنها قاتل هستند تو این آدم رو چی خیل نامزد گفته بودی دیدی برای تو چی کارهای میکنم قریب میمردم برای چی و تو ضرر نرسد گفته و دست حیوان نفتی گفته تو باشی مرا نمیفهمی مادر شد اکنون همش گذشت وای خدایا بسرم چی بلا آمده ای وای 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 مادر مادر نگوی همش عیبی تو آن هارون را آن بلا را تو بسرمان آوردی نخواد در محل دیگر جوان نبود نخواد دیگر آدم نبود مادر جون مادر نگوی ای خدایه قریب میمردم ای خدا سلام سرما سلام عمر حادثه دیروزه رو تو فراموش کرده نمیتوانم سعیده چه حال دارد؟ خیلی زیق است تا حال به خود آمده نمیتواند تیمور به او تکلیف خانه دار شوی کرده است صحت میشید مادر جان چشمانتان رو کشوید مادر اکی اومد هارون چی واقع شد؟ مادرم رو نجات دید التماس ناخوست بیهوش شدن مادر آرام شو هارون پسرم با کجا؟ یک کاری مهم است با همین احوالت؟ باید آن را حل کنم اوف مادر در همین سن سال هم باید با شما حسابات دهم ثروت تا آمدنی من به یگان جای نرو میلش من یک کار دارم زود می آیم میلش پدر جون زیغ نشو وای آدم بین ما نمی درآید با پدرت باور کن ادبش رو می دهم آفرین او با کجا می رود؟ او مگر با ما مصلحت می کند کی می داند در سرش چی فکر دارد باز به عکسش نگاه میکنی ها؟ قاتلی که مادرت را کشتنی بود مادر او چی را کار مزیاد میکنی؟ میکنی ها؟ انا مادر انا با تو
باز او را یاد میکنی. حیف، دیگر چاره نمونده است. راه گرد، میرویم. خز، راه گرد، میرویم. راه گرد گفتم. کجا میرویم مادر؟ خیلی فکر کردم، غیر از این دیگر چاره نمونده است. راه گرد. مادر مرا با کجا میبره؟ رفتم. تنها با یک راه تو را از هارون خلاص میکنم. بگوید و مرا با کجا میبره؟ بیا گفتم، بیا با من، بر ضد من نبرا. دوزده یا هشت آقای دکتر. ترسیدن لازم نیست. احوالش خیلی خوب است. فشارش بلند شده بود. اکنون معتدل شد. با اجازت آقای دکتر. خالای هوریه چی حال دارید؟ خوب استید؟ خوبم دخترم، تشکر. خاله هوریه همش خوب است؟ خوبم پسرم. هارون چی واقع شد؟ کاری شده که عمر. مایلش فراموش کنید. باز از برای سعیده همین طور. بیا رفتیم پسرم. ما رفته میتوانیم که عمر؟ البته. لیکن داروهایی که دادم آنها را استعمال میکنید. بیاد کمک کن. تشکر پسرم. خدا شفا دهد. ای پسرم، برای چی این کارو کردی؟ اکنون چی می شود؟ اکنون پروایی ندارم مادر جان. چیزی که شود شدن گیرد. مادرم باز چنای رنگی می بافد. خواهره که بیچاره هم سعیده. انا آمدیم. بیا. مادر در خونه آقای تیمور چیکار میکنیم؟ برای چی شده مرا آوردید؟ تو را با تیمور خاندار میکنم. یگانه راهی که از هارون نجات میابی همین است. حاضر با آقای تیمور تو را نکاح میکنم. مادر شما دیوانه شدید مگر؟ سر دهید مرا، سر دهید. کار را با آخر میرسانم. هیچ کس به من کاردار نمیشود. هیچ کس سر راهی مرا گرفته نمیتواند. فهمیدی؟ رفتم. تیمور مادر سر دهید مرا. حاضر راست به نزد حلیمه می رویم. از او بخشش می پرسی. چی؟ هیچ گاه نمیروم، بخشش نمیپرسم. اگر سعیده را خواهی باید روی پسرم. دیگر علاج نداری. او از تو کلان است. وگرنه من می رنجم پسرم. شیطان هم باشد به نزدش رفته از او بخشش پرسیدنت لازم. رفتیم پسرم. رفتیم پسرم. رفتیم. مادر مرا شرمنده نکنه. بیا. مادر جانم چه شد؟ چه واقعه؟ گوش کن پسرم، تو با من گپ زن. با دختری من خانه‌دار شدن میخواهی یا نه؟ مادر سر دهید مرا. البته میخواهم مادر جان. با سعیده خانه‌دار شدن آرزوی من است. خیلی میخواهم که داماد شما بر این زن مهربان باشم. این خیلی باشد حاضر میرویم، نکاح میکنیم. نباشد عقل این دختری دیوانه و مانند پرنده است. پریده میرود. نه مادر جان نمیشود. به زوری خوشبختی نمیشود. من تنها همان وقت خانه‌دار میشوم که اگر خانم سعیده این را خواهد. او هم مرا دوست دارد. آرام شوید مادر جان. من میدانم مرا مثل پسرتان دوست می‌دارید، لیکن دخترتان را هم باید فهمید. او خیلی دختری خوب و دلصاف است. سعیده باور کن من این خیل شدنش را نمیخواستم، لیکن میدانم که به تو چه حسیاتی دارم. در این موضوع قرار تو مهم است. اگر تو راضی باشی من تیارم که با تو خانه‌دار شوم. هارون پسرم. در آخر این رو هم کردی سعیده. هارون نیست. چقدر سراسیمه تبریک میکنم. آفرین به تو. مرا عوض شدی میگفتی. این چی است سعیده؟ این رو هم باید میدیدم. در آخر انتخابت را کردی. حیفی تو. باس رو از اینجا رو. بکی گفتم رو از اینجا زودتر رو. من دخترم رو با تیمور خانه‌دار میکنم. تیمور رو دوست میدارد. رو از اینجا.
فهمیدی دخترم؟ مادر جان، مادر جان التماس میکنم آرام شوید، این خیلی نمیشود. التجا میکنم. کاردار نشم فهمیدی؟ هارون به خود بیو. آقای تیمور رو محافظت میکنی ها؟ اکنون او عزیز شد. تو چه خیلی آدمی پستی دور رویهی بیناموس بوده ای سعیده. شد دفت شو از اینجا. تو رو دیدن نمیخواهم، تو رو نمیخواهم. مایلش دفت میشوم. مال سعیده، کاش که مرا یک تیر میزدی سعیده، میکشتی. مرا از مردن هم بدتر کردی، بدتر. فهمیدی؟ بدتر کردی. پسرم تو به اینها اهمیت نده. اگر با دخترم خانه دار شدن خواهی نکاح کرده گیر. مادر شد. سعیده ایستا دخترم ایستا. سعیده چه خیل تو بلای تیمور. پرنده خودش به قفس در آمد. هارون پسرم، هارون شده کن پسرم، مرای قدر عذاب نده پسرم ایست. کنیست معلم؟ آقای فکرت این رفتارتون خوب نیست. بر تو میگویم ایستا معلم. زنم رو راحت گذار، نباشه تو را میکشم فهمیدی؟ حیف، خیلی حیف. ای با من گوش کن، سرت رو میده میکنم فهمیدی؟ به شما رحمم میآید. الو تبریک پسرم، خدا را شکر که از ایشیل خلاص شدی. فقط زنگ زده کن، خرسند شو پسرم. مایلش تشکر مادر جان ما با مکتب اینترنت نمیروم. پسرم منم نمیخواهم که در مکتب اینترنت خونی، میخوام با من باشی، لیکن پدر اندرت این رو میخواد پسرم. مادر جان من از شما جدا شدن نمیخواهم. با من ده شرف. خب به پول نیست جوره؟ یک بار به پول بود، لیکن این دفعه به پول نمیدیم. من پول زیاد صرف کردم. گیر. تشکر رئیس. من با این یک قوطی عرق میخرم. پول بسیار. ایستا، من برای روی نحسی تو رو ندیدم، با مرافیا نرفتم، ادوکت گرفتم، باز از نزدم برآمدی. دو شو از اینجا، رو از این محله. بیزار کردی میرویم از اینجا. خانه مرا ویران کردی، مرا سوزاندی مکار. تو را میکشم. جواب این را میدهی، نگریز. اینجا بیا میگویم. ایستا. گلرو دخترم. خانم گلرو دخترکم. نخواست از نزدم برآمد. بیایید او را زود به بیمارخانه میبریم. بیایید رفتیم زودتر. رفتیم خانم. دخترکم. مرحمت. تشکر. سلام دادرم. من برای دیدنی تو آمده بودم. برای چی به سعیده تکلیف خورندار شوی کردی؟ به او عاشقم عمر. او را خیلی دوست می‌دارم. به سرما هم عاشق بودی، نامزد بودی. فراموش نکن سرما اپای وی است. عمر گوش کن دادرم، این دفعه خیلی جدی هستم. در مسئله سرما خطا کردم، نمیدانستم. لیکن سعیده دیگر است. باید دانی که وی با هارون نامزد است. من به فرمان دلم، کی دل به فرمان من است. و من گوش کن، اگر سعیده را به حالش نگذاری با تو دیگر خرگم میزنم. از پسش دویدن را بس کن، فهمیدی؟ به فکرم حالت خوب نیست.
من بعد می آیم. نجات دهید، التماس میکنم دخترکم رو نجات دهید. عمر او رو ماشین زد. شد آرام شو، در رو شو. هارون با اون طرف میرفت وای با فکرم مست بود. تشکر. نمیارزد. هارون پسرم مرا اینقدر عذاب نده پسرم. خیز به خانه رویم. بوی عرق میکنی پسرم. چی گویم با تو؟ پرتو این زهرو پرتو پسرم پرتو. نرسید. بیا پسرم بیا به خانه رویم. دست رویت رو شویم. خیز پسرم خیز. رفتیم پسرم. در این زمانه پول را باید خوب جمع کرده توانی. تجارت را باید خوب دانی. احتیاط شد که تو را فریب نکنند. باید خیلی هوشیار باشی. بوی پول را از چند فرسخ حس کنی. در این زمانه آدمان را از روی پولداریشان حرمت میکنند. فهمیدی؟ از روی گفته های من عمل کنی بای میشوی. بای میشوی بای. میفهمی جانکم؟ بای. میدانی چرا نامت را ثروت گذاشتم؟ ثروت جان جان جانی من کلی گوزن. میدانی پدر و پسر هوش کودک را برده. اینها آدم نمیشوند. چونان گپ میزنند که گویا خیلی کارهای خوب کرده باشند. هیچ آدم نشده ده. ثروت اینجا بیا. چه شد فکرت؟ با پسرم یک کار مهم داریم. بیا با درم دارو پسرم. گذر. چیکار باشد صدقم؟ اگر میدونستم میگفتم. اینها رو بگیر. اینها رو چیکار میکنید پدر؟ آن آدم رو نابود میکنم. اجازت نمیدهم که عائله من رو ویران کند. دیگر نه شما را نه مادرتان را ناراحت نمیکنم. این کتابچه ها رو به خانه برده با مادرت نشان میدی. فهمیدی؟ فهمیدم پدر جون. این رو معلم امری داده است میگوییم. لیکن پدر اون نکرده است کو. برای چی دروغ گویم؟ دیگر چاره نداریم. برای یک جا شدن عائله همون باید دروغ گویی پسرم. من هیچ چیز رو نفهمیدم. حاضر میفهمونم. ثروت تو گفته مرا کن. مایلش با مادرت گوی که این رو معلم داد و گفت که تو ثروت باید در مکتب اینترنت خونی. مرا مجبور کرد گوی. انا بعد میبینی چی میشود. مادرت با معلم جنجال میکند. من مادرت رو میدانم. از تو جدا شدن نمیخواهد. فکر میکند که معلم بعدی خانه دار شوی تو رو به مکتب اینترنت میفرستد. فهمیدی؟ ثروت مادرت معلم رو رد میکند. بعد ما همه مثل پیشتر یک جا زندگی میکنیم. فهمیدی؟ این رو گیر. فهمیدم پدر. تو پسری خدا. سالهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک دوستان عزیز. ما صبح را در کوکی بورباد انتظار است. نوشاکی‌های خوش‌طعم از جمعیت دارای مسئولیتش محدود اکوا جوس، شربت‌های امیگو از میوه‌های تاجیکستان با تکنولوژی زمانوی تتراپک شویتسیا، نرخی ارزان، صفتی بلند و لذتی به‌بها. Biz soldagi istikloliyati Cumhuri Tojikiston mübarek dostoni aziz. Bu şumara dar koki borbat intizar. Biz soldagi istikloliyati Cumhuri Tojikiston mübareki dostani aziz. Bu şumara Rusya habdahu
و 18 سپتامبر انتظارم همه شما را دوست مدارم. همصدای دلی ما و شما. احوالش حاضر خوب است، لیکن باز باید اینجا در زیر نظارت بماند. بدتر جواب میدهیم. تشکر آقای عمر. وای، به این هم از محل رفتنی بودم. رسما جدا شدیم. سلام، خوب هستی گلرو جان؟ تشکر، من خوبم. مادر جان، ما کار می رویم؟ شب می رویم دخترکم. جانم، جیگرم. شما می روید خانم چبریه؟ می روید؟ بله، با کمک شما صحت شدیم. خدا از شما راضی باشد. خدا شفا دهد. خوب هستی؟ مادرت رو خیلی دوست می داری؟ وای، پای افزال داشت، از سراسیمگی نپوشید. با کفش اومد. من پای افزال ندارم مادر جان. خاموش پسرم، خاموش. آخر ندارم. بیا جانکم، میرویم. یعقوب زنگ میزند. الو یعقوب، مایلش البته میویم. یعقوب برای خوراک خوردن جیغ میزند. خوراک نصف روزه رو در آنجا میخوریم. اما که قربان هم در آنجا است. مایلش میرویم. خدا به دسترخوانتان برکت حضرت ابراهیم خلیل الله را دهد. اکنون دوست داشته ها یک جا شدند و در یک جا هستند. مگر این خوشبختی نیست؟ میخواهید به شما یک حکایه نقل کنم. در یک زمان در یک مکان یک زنی زیبا بوده است با نام سلطان ملیکه. هیچ کس او را ندیده بود، لیکن آوازه حسنش در زبانها افسانه شده بود. پیر و برنا در آرزوی دیدن جمالی وی بودند. به خصوص جوانها میخواستند او را ببینند، لیکن میگفتند که سلطان ملیکه در پس کوه قاف میزیسته است. اما هیچ کس از پس کوه قاف زنده برنگشته است. یک روز 7 جوان برای عشق سلطان ملیکه راه کوه قاف را پیش میگیرند. آنها میروند اما هیچ به کوه قاف برسند. رفته رفته به نزد یک چاه میرسند. راه که دراز طولانی بود، یک چند نفرشان تا چاه به مشکلی تاب نمی آورند و میمیرند. آن چند نفری که زنده ماندند با مشکلی های زاد به نزد چاه آب میرسند و به درون چاه نگاه میکنند. در آب عکس خودشان را در یک جهانی پنهان و نهفته میبینند. میفهمند که در راه مرگ هستند و امکانی برگشتن نمییابند. انا عشق همین خیل است. در آب عکسی پری را با مویهای دراز میبینند. یکی از جوانان انگشترینش را به درون چاه میپرتاید. در همین وقت آب موج زده عکسی پری از آن گم میشود. اون جوانان از ناامیدی و خستگی و کم تجربگی عاشق همین خیل در جایشان شخ شده ماندند و دیگر برنگشتند. برای عشق سلطان ملیکه همه چیزی که داشتن فدا کردند. خیالهایشان، آرزوهایشان آنها را برده در آن لب چاه پرتافته است که سبب مرگ بی محلشان شد. انا برای همین بچه‌ها در زندگی بسیار سلطان ملیکه و عاشقان هستند. از پس آرزوهایشان رفتند و برنگشتند. در راه ماندند، به نام نشان گم شدند. عشقشان در دهان مردم افسانه شد. مثل سلطان ملیکه خیلی زیادند. شاید شما فکر میکنید که این قربان چی مقصد دارد؟ همین طور نیست. شاید من قلب جوانها را نمیفهمم و خطا میکنم. برای قربان نقل کردن این قصه هم زیبا و هم حزن‌انگیز چی لازم بود؟ بگویید. ولی همین کلمه قربان، از هفته چی دردی دارید که این موضوع را گشودید؟ شما را همچون آدمی که درد عالم را میبیند میشناسیم. این پسر چی میگوید خواهرم سرومه؟ با فکرم میخواهد که حکمتی کوه رو نقل کنید. برای حکمت باید حاکم باشی. من اهل حکمت نیستم. این خیل باشد چیزی که از اهل حکمت شنیدید همان رو گویید. این خیل باشد گپی من نی و از زبانی من هم نی. کسی که گفته از قربانی جانش شوم به زبانم گپی ناجا نآرد. خدا با آدمان خاندار شوی را روا دیده است. ریشه این کار هم عشق است. قلب ها گرم می شوند، دل ها می لغزند.
آیله های خوشبخت برپا می شوند، صاحب فرزندان دوست رو یک می شوند. راستی گپ آیله برپا کردن کاری خیلی مشکل است. صاحب فرزند صالح بودن هم کاری آسان نیست، لیکن همه این وابسته به خودی ماست، چون که وظیفه آن است. اما برای همین خداوند بعضی خرسندی ها داده است به انسان ها، به مانندی معاش نقد. معاش اساسی را در طبقه خودش گذاشته است. گفتنی هستم که اگر این کار را به اندیشه کنی، به مانندی عاشقان سلطان ملیکه نابود می شوی. همه عشق در خیالش بوده را دوست می دارد و همه وقت در پشت کوهی قاف است، یعنی کوهی قافی که رفته بر نگشتن. همه‌تان صاحب معلومات هستید، با فهم هستید، از محور حقیقت نبرایید، کارتان برار میگیرد، وگرنه با خیالاتون پوسیده میروید. شما مرا درست فهمید عزیزانم، خفه نشوید. اگر فهمیده باشید در محور حقیقت حرکت کنید. خیر میلش با ایجاد سلامت باشید امک قربان. کامان پسرم، حاضر به خانه میرسیم. سردید گفتم، با من کاردار نشوید، کاردار نشوید، هیچ کس با من کاردار نشود. هارون پسرم، هارون سردید کاردار نشوید. خدا حافظ یعقوب. خدا حافظ. سرما ما هم رویم، کمی بعد کار سر می شود. مایلش. دختری جانم، آفرین به تو. دختری زیبایم. دخترکم، من برای تو چای آوردم. نوش دخترکم. نمیخوام مادر. دخترم، من همش رو برای خوبی تو میکنم دخترکم. دیدی خریب برای تو مرا هارون میکشت. سایده سایده ای انا دیدی مرا راحت نمیگذارد. او را فراموش کن. این خیلی فکر کردن ایستا. فراموش کن. ثروت، در دستت چی است؟ وای مادر جون، معلم دادم. کنی بینم. تو کی به مکتب رفتی؟ من مادر اول به مکتب رفتم، در اونجا معلم به من دادن. مادر جون میخواد که من برای به مکتب اینترنت انتقام سپارم. به من اونجا رو خیلی تعریف کردن. اونجا خیلی خوب بوده است، چون که خودی معلم در آنجا خونده بودن. آنا حتی درباره مکتب اینترنت کتاب دادن. یعنی این رو معلم به تو داد؟ مرا کی فکر کرده است؟ رو گرد. با کجا مادر جون؟ رفتیم به نزد معلم. نه مادر جون، خودتون روید. نه تو هم میروی، یادم است. با کجا دخترم؟ حاضر میایم مادر جان. وای مادر، من نمیروم. رفتیم گفتم، رفتیم. سایده بمیرو مرا گفتم. شد هارون، شد. مرا فروختی. عشق دروغ بوده است. تو بیوفایی. فهمیدی بیوفایی؟ آدمی پست بوده ای سیده، آدمی پست.
من دخترم به عکاسی سگ اهمیت نده. این همه شایب شماست. شما همراه دخترتا مرا فروختید، استفاده بردید. میفهمید به وجدان ها آدمانی پس شد گذراندی جای همتون جهنم شود. مرا سوزاندید مرا سوزاندید لعنتی ها، سوزاندید به وجدان ها. هارون شد بس توف با شما. الها به غضب خدا گرفتار شوید. ناانصاف ها به وجدان ها. رو از اینجا رو او باش. آرام شو دخترکم، آرام شو خودت را به دست گیر. آرام شو. آوازتان رو شنیده در حال آمدم. چی شد؟ او باز آمد؟ بله. آه دخترکم، من به تو دیگر چی گویم؟ خیز سیده، خیز گریه نکن. خیز. مایلش هارون، تو این را خواستی، تو مرا مجبور کردی. آقای تیمور، با من خانه‌دار شدن میخواهید؟ امشب مرا از پدرم اومده خواستگاری کنید. تشکر عمر، تشکر امکی دکتر. مهم نیست. ما از این محله می رویم. برای خیر و خوش آمدم. خداحافظ. نغز مانید. نغز مانید خانم سرما. خانم شیر، شما رو مجبور کردن نمیخواهم، لیکن اگر گفته توانید گویید. با تیمور یگان علاقه دارید؟ شما رو تیمور مجبور کرد؟ نه، شما چی رو میگویید؟ او مرا مجبور نکرده است. خوب، مایلش. اگر میگفتید به من خیلی کمک میکردید خانم، خیلی کمک میکردید. ببخشید. باوری دارم بسیار چی میداند، لیکن نمیگوید. از ما پنهان میدارد. خدایا پسرم رو نجات ده. التجا میکنم، قوتم نمانده است. به او کمک کن. نباشد خودش رو میکشد. کمک کن خدا جان. اکنون تمام، همش تمام. من هم نابود شدم. هارون پسرم بیا در اینجا شین. بیا شین. هارون این زهر رو برای چی می نوشی؟ مرا نرنجان پسرم. من نیستم مادر. من مردم، فهمیدید؟ مردم. از دهانت شمال برد پسرم. این خیل گپ نزن. هارون پسرم، من میدونم چی کار کنم. تو را هم از این عرق و هم از حلیمه نجات میدیم. سیده را به تو برمیگردونم پسرم. دیگر چاره نمانده است. رفته همش را به حمزه میگویم.
سلام خانم علیا، خوش آمدید. گوش کنید معلم، شما چی مقصد دارید؟ نفهمیدم خانم علیا، چی گفتن یاسید؟ شما میخواهید که من پسرم رو به مکتب اینترنت فرستم؟ مکتب اینترنت گفتید من؟ بله. با ثروت مکتب اینترنت رو تعریف کرده با حتی کتابچه دادید. شما چی مقصد دارید؟ این رو ثروت گفت؟ التماس معلم، من از فرزندانم جدا نکنید. اگر نیتتون مرا از فرزندانم جدا کرده با من خانه‌دار شدن باشد، بیهوده کوشش میکنید. با شما هیچگاه خانه‌دار نمیشم. گوش کنید خانم علیا، من ثروت و نرگس رو خیلی دوست میدارم. من بی پدر کلان شدم. بی پدری چیز میدونم و خوشبخت میشدم اگر با آنها پدری کنم. در موضوع مکتب اینترنت باشد، بله در آنجا خوانده به وای رسیدم. بهترین روزهایم آنجا گذشتند. دوستان زیادی پیدا کردم. اگر مکتب اینترنت نمی بود من حالا در اینجا نبودم. ثروت پدر و مادر دارد، مثل من یتیم نیست. بنابراین با مکتب اینترنت رفتنش هم شرط نیست. اگر شرایط خوب نداشته باشند هر کس میتواند به آنجا بیاید. این راه درست است. این را ثروت از من خوبتر میداند. معلم التماس با این راه ارزوی به من خانه‌دار شدن رو نکنید. شما مرا فهمیدید؟ وای مادر جون، راه گرد پسرم، میرویم. مرکز پرودوسری همصدا تقدیم میکند 17 و 18 сентябр соати 17 дар толури коқи борбад барномаи консерти идона бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлол бо ширкати беҳтарин санъаткорони тоҷикистон ва ҳамчунин дидорбинӣ ва суҳбати гуворо ва ширин бо 5 нафар ҳунарманди силсилафилми дӯстдоштаи шумо ҳомиён аз қабили Йигит, Ҳалима, Наҷиб, Менду ва Хайрӣ 20 солаги استقلالiyeti Cumhuri Tacikistan mübareki dostane است. مو شمار روز 17 و 18 сентябр در کوکی борбад интизора. чиптаҳоро аз кассаи коқи борбад бо нархи 20% арзон харидорӣ намоед. телефонҳо барои маълумот ва дархости чипта 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28. استقلال توجیکستان فرخنده باد. 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک. دوستان عزیز، ما شما را در کوکی борбад انتظار. با توجه مخلصان سلسله فیلم‌های استودیوی همصدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف، از شما احترامانه خواهش می‌نماییم که از فروشگاه‌ها دیسک‌های گالگرامادور را خریداری نمایید. گالگراما هم در بالاپوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک‌هایی که گالگراما ندارند صفتی پست داشته قلبکی میباشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسکوی گالگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردن شما مساعدت می کند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می نماید که اگر شما فروش دیسکوی قلبکی یعنی به گالگراما را دیدید، به طرفی رو اختیار نکرده با تشکیلات و یا کمیته های دخلدار مراجعه نمایید. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо.